جنگ گلن پهلوان معروف کشور شهرت مجیدov برآمده. باید تصد به افتخار پهلوان حرکت زمین جایی. آفرین آفرین آفرین. سعید پهلوان حریفی خود حلال زد. مخلصا باور کنید پدر و مادر شما در رحمت آفرین میخوانم شما را در این دوران این مخلصی. آفرین به همه خوش آمدین برادران. آفرین یک دستاتون رنگ هم فوتبال برداشتیم. یک دسته این طرف چی زودتر مخلصی میکنه. یک دسته وقتی من دست برداریم اونا شما کنید بیاییم. یک دو سه. آفرین آفرین. شریف جان نظریه بیا تو خاکه برادر عزیز پهلوانای گرانوزن باید شما اقلا 3 دست 4 دست گوشتی گیرید در وی در شاهجایزه گوشتی گیرید. در نزد ما پهلوان گرانوزن جمهوری تاجیکستان فرزند خیرالله نظریوف شریف جان نظریوف تشریف آورده. یک قسم به افتخارش از این شهر کردار باشد. پهلوانای گرانوزن مهمانان مرحمت بیایید ما سوالات خوب در راه این پهلوانی دیار کلاب میمانیم گوش میگیریم. ناحیه فرسانزاده با سرمربیشان نعمت اسرانقلوف با گفتنم حکیم یک بار در تلویزیون من گوش میکردم میگفتم که بجوز لوکی در اینترنت میخوندم در تاجیک سپورت نویسنده که بجوز مقصد پرومانشو کسی قهرمان گرانسلام نیست. نعمت اسرانقلوف قهرمان گرانسلامی شهر مسکو و خرسک به افتخارش مبارک از این گروه از این کاتگوری ها. خب علاقه مربی هستند و پهلوانی فرسونزاده ددخان پهلوان آمده گیست. مرحمت ددخان بیا اینجا. ما در زمانی همه استودنتیمون رفته بودیم لیسک رایان گوشتینگیری. راستی ما رفته بودیم از برای گرسنگی گفتن همونجا نوروزی کلانه گفتیم خیلی لیسک رایان رسید میکنیم. سالی 97 احوالا بد بود در دوشنبه رفتیم در اونجا خیلی گوشتی ندیدیم گفتیم میبرویم یکان مایده ها کمی چگونه که بچه ها میزنیم یکان چیز میگیریم. همین نعمت اسرانقلوف هم در همون جدید بودیم یک مایده ها کمترینه که بسیار گوشاش خیلی شکستگی منطوق شروع همه خطی گفتیم میگیریم. یک کیمانا داشت همین پوستای داشتن همین که حوز اون میزنم نمیگرد همین پیشک واری داشتن میزنم. خلاص باید یکی میفهمیم که یکی از گوشتینگیرهای فعال لنس بوده است. یکی منم نزد است برادر عزیز، منم نزدم است. ما یک جایت در سن باسیم 70 مسکو تمرین کردگیم در اونجا مشق کردیم. یکم چیز نبود ولی حرکتی خوب بود فقط بشکم. نعمت جان یکی از پهلوانان بقوت و چکان جمهوری تاجیکستان در زمان خوش آمده. اما دو پهلوان دو دستی میگم اینجایی ظریف نظری میرباس نسیم افتایان شد و محمد
واسیم یوسف فیرا دارم التماس همین ترماس ما همین همین ترماس ها بیاریم در درماس آب بود آبی گرم مقصدی شکر دارم بیارم بیارم دستی پهلوانا امید عالی بود تشریف آوردن از دهه آفریقا یک فرصت به خاطر امید عالی بود این بخشل مرکه‌های بزکشی بسیار تشکیل می‌دهد لیکن در گوشتی هم خدا خواهد اینجا را آباد بگیرم اینجا در پهلوان آوردگی است اینجا در خیلی پهلوان‌ها را تکلیف کردگی است و یکی از پهلوان‌هایی که بسیار دستگیری میکند و بسیار تربیت میکند این امیر جان است فیردوس نسیموف شهر کولاب پهلوان از پشانیان بنی هر دفعه گوشتی میگیرد یک خرسنگ به خاطر هر دی پهلوان‌ها آفرین خرشد مجیلوف огромное спасибо Руслан за твой приезд, за твою борьбу, за твой характер. سنت الله پهلوان از تیمور ملک قیم پهلوان مسکوه من از همین دستا خدا خواهد شریف آنمون میگم اکای بایدلا اکای بایدلا اکای بایدلا اکای بایدلا بنویسید یک سپارتیونی کستوم یک رسوفتا یک کفاین یک اتوب یک کفکای دیگر این اصلا ما رو نمیشونده اما داشته Саян, у тебя какая схватка будет сейчас? Четвертая. Троих выиграл. Да, получается? Саян Пахлавон. Галиби се. Даст ми бошад. Се хариф. این چهارم دستی سایان است. یک فرصت به اختفار سایان پهلوان. امیر جون سایان پهلوان وفین مردم را میگه راستی کمی را نگی شما آمده که راستی کمی را میگیریم دیگر شما باید خفا بستید التماس ما اینا درون لای میرم استم شما خفا بستید یا هر کسی خفا بستید سعید جلال سیدوف اگر در میدان باشیم برادر عزیز وارد میدان شد سعید جلال سیدوف این نام شبکه میگه گوش شبکه شمیه حمید درنبک تیار بوده است سعید جلال سیدوف برادر عزیز قهرمانی چند کرته جمهوری تاجیکستان آید به جودو یکی از پهلوانان خوش اخلاقی جمهوری تاجیکستان سعید جلال سیدوف یک قصد دارم افتخاره شما دی برادر عزیز میدان پهلوانی جوان و
شناخته و جایزه‌داری جام پایتخت جمهوری تاجیکستان عین حال تمرین میکند در فدراسیون روسیه در شهر ایرکوتسک در کلوب اماری پرزیدنت این کلوب و پرزیدنت فدراسیون شهر ایرکوتسک اکای ارگان محمد بیکوف می باشد که یکی از تاجیکانی با نفوذ در فدراسیون روسیه محمد افتخار در شهری در دولت روسیه یکی از شهرهای با قوت شده پرزیدنت فدراسیون جودو هست فرصت و افتخاری امریکا و محمد بیکوف شما هیچ ملی دارید که برادرای عزیز برادرای شما در دیگر دولت راهبر شما که قرصک نمیزنید و توقع آمدم عربا قرصک بزنید ها یک از پریزیدنت فدراسیون اونجا باشن شما باید که دادی بزنید این خیسندی را کی Спасибо. Давай, золотишь, бисмилlah.